سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب توی این ویدیو قراره که در مورد تست MBTI با هم دیگه صحبت کنیم و تست MBTI رو بررسی کنیم که اصلا به چه صورته و کلیات تست MBTI رو توی این ویدیو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم و بفهمیم که موضوع از چه قراره و اصلا این روند تست MBTI به چه صورته. و توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ این که ویژگی هر شخص توی تست MBTI به چه صورته، چطور ما ویژگی خودمون و اطرافیانمون رو با توجه به این گفته‌ها به دست بریم و کلی نکات خفن دیگه که قراره در ادامه بهش بپردازیم. اما اول از همه توی این ویدیو میریم سراغ این که توی سوال اول چرا ما باید تیپ شخصیتیمون رو بر اساس این تست بشناسیم. ببینید، ما با کمک تست MBTI میایم اون ویژگی هایی که توی شخصیت ما نهانه و ما نمیتونیم ببینیمشون رو میشناسیم و با کمک این تیپ تست و با این تیپ شخصیتی که توی تست MBTI وجود داره میایم خودمون رو بهتر میشناسیم و اون ویژگی هامون رو به قولی در میاریم. نکته بعدی اینه که میایم با کمک این تیپ شخصیتی جلوگیری میکنیم از تعارضی که قرار با دیگران داشته باشیم یا توی آینده قرار اتفاق بیفته. وقتی ما این تفاوت‌ها رو، تفاوت خودمون و تفاوت خودمون با دیگران رو بشناسیم، میتونیم از این تعارضی که توی مسیر زندگیمون قرار رخ بده رو شناسایی کنیم و از اون جلوگیری کنیم با شناخت این تیپ های شخصیتی و میتونیم ارتباطمون رو با دیگران سازنده کنیم و به قول گلسر شخصیت شیوهی که ما با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و افراد با دیگران ارتباط برقرار میکنن. وقتی ما بریم با کمک این تست MBTI این تیپ ها و این شخصیت هر شخص رو بفهمیم و شخصیت خودمون رو بفهمیم و این تفاوت ها رو درک کنیم، میتونیم بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم. و مورد بعدی اینه که میتونیم توی شغلمون، انتخاب رشتهمون و توی موفقیت فردیمون از اینها استفاده کنیم و خودمون رو هم بیشتر بشناسیم و از خودمون آگاه باشیم و همین که توی تصمیمایی که قراره بگیریم در آینده و توی همین لحظه حال بتونیم بهترین تصمیمی که ممکنه رو بگیریم. حالا اینها رو نگفتم که فقط بریم به سمت این که فکر کنید و قبول کنید که این مثلا تست MBTI و این تیپ شناسی، این تیپ شخصیتیه، فقط قراره که شناخت اینها شما رو توی هر مسیر موفق کنه و هر چیزی که توی این تست گفته میشه درسته. نه، ببینید، این تیپ شخصیتی و این تست MBTI مثل یک تیکه پازلی میمونه از کل پازل که ما رو توی شناخت خودمون و اطرافیانمون و ارتباط برقرار کردن به ما کمک میکنه و این به این معنی نیست که وقتی این رو ما یاد گرفتیم و شناسایی کردیم تیپ های شخصیتی رو، دیگه از همه چیز بی‌نیازیم و میتونیم انتخاب شغل عالی داشته باشیم و کارهای دیگه انجام بدیم. نه، اینطور نیست. با این فقط ما میتونیم توی یه تیکه پازل و یک سری نقاط خودمون رو بیشتر بشناسیم و برای اینکه دست به انتخاب شغل، انتخاب رشته و کارهای دیگه بزنیم، نیازی که چیزهای بیشتری بدونیم که توی ویدیوهای بعدی در موردش مفصل توضیح میدیم. خب اول از این میریم سراغ آشنایی با تست MBTI. توی تست MBTI ما 4 تا دسته و 4 تا طبقه داریم و توی هر دسته بندی 2 تا ویژگی وجود داره. مثلا توی دسته بندی اول 2 تا ویژگی درونگرایی و برونگرایی وجود داره که درونگرا به علامت اختصاری I معروفه و برونگرا به علامت اختصاری E. توی دسته‌بندی دوم ویژگی شهودی و حسی رو داریم که ویژگی حسی میشه S و شهودی میشه N. و توی دسته‌بندی سوم ویژگی فکری و احساسی رو داریم که فکری میشه T و احساسی میشه F. و تو دسته‌بندی چهارم هم ویژگی ساختارگرا یا J رو داریم و ویژگی منعطف یا P رو داریم. حالا توی این 4 تا دسته‌بندی که گفتیم توی هر دسته‌بندی 2 تا ویژگی وجود داره، ما در کل وقتی که تست رو میدیم ما باید 4 تا از این ویژگی ها رو غالب باشه از اون ویژگی دیگه. مثلا توی دسته‌بندی اول بین درونگرایی و برونگرایی وقتی از 100% مثلا مثال بزنیم، ممکنه که ما 40% درونگرا باشیم و 60% برونگرا. پس اون برونگرایی که 60% است و درصد بیشتری رو به خودش اختصاص داده، اون میاد و اول میشه و اون میشه تیپ شخصیتی و ویژگی شخصیتی توی این دسته که غالبه و اون میشه ویژگی غالب توی این دسته. و همینطور توی دسته‌بندی بعدی هم اون ویژگی غالب
شناسایی میشه و اینها در کنار هم قرار داده میشه و میشن تیپ شخصیتی هر شخص، که با کمک این 8 تا ویژگی ما 16 تا تیپ شخصیتی رو داریم و بر اساس اونها هر شخص دسته‌بندی میشه. حالا توی تست MBTI ما گفتیم که 4 تا دسته داریم. خب توی دسته اول که گفتیم درونگرایی و برونگرایی وجود داره، ما از این میفهمیم که هر شخص چطور انرژیش رو دریافت میکنه و چطور به نوعی شارژ میشه و زندگیش رو ادامه میده. و توی دسته‌بندی دوم ما این رو میفهمیم که هر شخص چگونه اون اطلاعاتش رو دریافت میکنه و چطور تمرکز میکنه و اون اطلاعاتی که دریافت میکنه از چه راهیه، از طریق حسگرا بودنشه یا از طریق شهودگرا بودنش. و این رو هم که گفتیم که هر شخصی اینطور نیست که 100% برونگرا 100% حسگرا باشه، نه، گفتیم که این درصد تقسیم میشه بین اینا و اون میشه غالب، ویژگی غالبش. و توی دسته‌بندی سوم هم میفهمیم که شخص چطور تصمیم میگیره و تصمیمش آیا تفکریه یا احساسی و بازم اینجا میگیم کدوم غالب تره. و توی دسته‌بندی چهارم میفهمیم که اون شخص با چه الگویی داره زندگی میکنه و آیا داره با قاطعیت و داوری و نظم زندگی میکنه یا با انعطاف پذیری و آزادی، که اینها میشن از این 4 دسته و کارهایی که این 4 تا دسته انجام میدن و با کمک اینها ما میایم زندگیمون رو به نوعی یکم بیشتر میشناسیم، خودمون رو بیشتر میشناسیم و میایم توی این مسیر به نوعی بهتر عمل میکنیم و اون جایی که ضعف داریم رو شناسایی میکنیم و میایم اصلاحش رو میکنیم. و این نکته رو هم در نظر داشته باشید که هیچ تیپ یا هیچ ترجیح شخصیتی رو ما نباید خوب یا بد بدونیم. چرا؟ چون اینا یه تیپیان و خوب و بد درشون جا نداره. و این رو هم گفتیم که این آزمون 2 تا فرم 60 سوالی و 87 سوالی داره که هر کدوم از این 2 تا رو هم اگه انجام بدید بازم به اون نتیجه میرسید. فقط خواستم بگم که این رو بدونید که 2 تا فرم، یکی 60 سوالی و یکی 87 سوالی برای MBTI وجود داره. و این رو هم بگم که گفتم که 16 تا تیپ توی بر اساس این 8 تا ویژگی وجود داره که هر شخصی یه تیپیه و مثلا گفتیم اون 4 تا ویژگی غالبش مثلا یه تیپ رو میسازه. مثلا یه نفر میشه INTJ، یکی میشه ENTP. اینا کلا بر اساس اون سوالاتی که جواب میده، اون ویژگی‌هایی که فرد داره، یه تیپ شخصیتی رو میسازه. و هدف این تست هم اینه که بیاد اون علاقه‌مندی‌هایی که هر فرد داره رو بشناسونه و نقاط قوت و ضعف رو بهش یادآوری کنه و اولویت‌های شغلی که احتمال داره برای این شخص مفید باشه رو نشون بده و این رو نشون بده که هر فرد با چه افراد دیگه‌ای سازگاری بیشتر و بالاتری داره. و اینم از توضیح کلی و کلیات تست MBTI. و توی ویدیوی بعدی میریم سراغ این که ویژگی افراد درونگرا چیه، چه برچسب‌هایی به افراد درونگرا زده میشه، چه تصورات غلطی در مورد درونگراها وجود داره، اشتباهاتی که درونگراها انجام میدن و ویژگی برونگراها، برچسب‌هایی که به اونها زده میشه و اینکه چطور با برونگراها کنار بیایم و باشون رفتار کنیم و چطور با درونگراها کنار بیایم و رفتار کنیم. پس توی ویدیوی بعدی به صورت کامل در مورد این چند تا مورد هم قرار توضیح کامل رو داشته باشیم. فعلا خداحافظ.